حالا از سمت راست استقلالیا میفرستن روی دروازه. این ضربه سر توی دروازه، اولین ضربه ای بود که علیرضا کوشکی در چارچوب زد و گل شد. مزد تلاش بیوقفه نیمه اول خودش رو کوشکی گرفت و استقلالی‌های حاضر در ورزشگاه که تعدادشون هم کمم نیست خوشحال شدند. مجتبی جباری با این نتیجه یا هر نتیجه دیگه پیروزی تیمش رو در فینال میبینه، اما هنوز خیلی مونده تا پایان کار. فراز کمالوند جدیترین حمله استقلال بود. سانتری که از سمت راست رامین رضاییان انجام داد، کوشکی زد، از همه عبور کرد و به گل تبدیل شد. استقلال 1، صنعت نفت آبادان 0. یه تبریک هم بهش میگن. ببینید این ارسال، یه لحظه فهمید اشتباه کرده کوروش ملکی در خروج، نمیتونه توپ رو قطع کنه تا برگرده. او و 2 تا مدافع دیگه هیچ کدوم صد راه توپ نتونستن بشن، نه قهرمانی، نه بغلانی و نه خود کوروش ملکی. استقلال 1، صنعت نفت آبادان 0. این اون چیزی بود که میخواستیم بازی رو یه مقدار جذابتر هم بکنه.